خوش اومدیم یک کلیپ آموزشی دیگه. قراره این قسمت به یکی از آرزه های خیلی مشهور و چیزی که روز به روز داره زیاد میشه بپردازیم و راه حلش نشون بدیم. الان گردن قائم حالت عادی جلو اومدگی داره و در دراز مدت باعث گردن درد، مشکلات آرتروز میشه. حالا اومدیم یک حرکت بهتون معرفی کنیم که شما توی محل کار، خونه، هر جا که باشین میتونین این حرکت رو انجام بدین و این مشکل رو به صورت کلی حل کنین. ببینید دست رو میزنین رو سینه و چونه و چونه را بدون اینکه بالا پایینش کنی، نه بیارین عقب جلو، عقب جلو، عقب جلو. توجه داشته باشین که دستتون از چونتون جدا نشه و این حرکت رو میتونین روزانه انجام بدین و از نتیجهش در دراز مدت لذت ببرین. کانال منو سابسکرایب کنین. قطعاً چیزای جدیدی یادتون میدم و یه تأثیری توی زندگیتون میذارم.